خسته نباشید خدمت استاد بزرگوار انصاری و تمامی دستاندرکاران شبکه صالحه. من واقعا خوشحالم که امروز چنین شبکه‌های توحیدی را می‌بینیم و من یک جوانی 30 ساله هستم که در بیشتر از نصف عمرم به اندازه همین یک سالی که این شبکه آشنا شدم و دیدم، من علم و ادب نیاموختم و یاد نگرفتم. واقعا تشکر میکنم از این برنامه زیبای استاد انصاری که ما را با اینکه اهل سنت بودیم و موحد بودیم بازم آگاهی کامل نداشتیم از دین، از اسلام. واقعا با این روشنگری که با این برنامه هاشون میکنن واقعا تشکر میکنم. و یه چیزی دیگه هم رابطه با این آخوندهای جاهل بگم که با این دروغی که میگن، نه اینکه مردم گمراه کنن و فریب بدن، چشم مردم هر روز بازتر روشنتر میکنن. این لازم نیست که استاد انصاری یا استادان دیگری بیان در برنامه پاسخی از اینا را بدن. همین کافی است که دروغای خودشون دیگریشون از زیر سوال میبره. واقعا آخوندی یه چیزی میگه دیگریش میگه زیدی از اون یکی را زیر سوال میبره و خودشون مسخره میکنن با این حرفاشون. یک میگه اسم حضرت علی در قرآن ذکر شده است، دیگری میگه اگر اسمش در قرآن می اومد ذکر میشید وهابیات قرآن تعریف میکردن، چه کار میکردن، فلان میکردن. این یک با این حرفاش دیگری را زیر سوال میبره. واقعا از این دروغاشون باعث این میشه که مردم بیشتر آگاهی پیدا کنن و بیشتر روشنگری پیدا کنن. با این دروغاش واقعا مردم یعنی روشن کردن. اگر اینا نبودن، این دروغای از اینا را شما پخش نمی‌کردین، واقعا که مردم سردرگم بدن که با این فریبکاری که از اینا داشتن، با این دروغایی که از اینا میگفتن. با تشکر از تمام دستاندرکاران شبکه صالحه. تشکر از شما برادر.